شب شیده ای بودم میمونه جیده ای بودم به زخونی پی بودم لا 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 سرارم از اون نای نای الو صدا ما میای رمضان نای نای آبا کیه؟ مالو گیلا اشتانه برا جانجاره خیلی سلامتی چه گپای برا فقط تو نمکی همدی چیکاره؟ حلال میزان برا جو یک زحمت در سال خود ببند در سالش ما سگ چیزی نیه در سال یه سگ به او سره رمضان برا یک کمک مش خرخره نداره مش به خرخره نمیفهمی که پول مدر میفهم بابا ماش خرخره چی میفهم این چه کاری بیخی خورد دیکونه تیار کردی نه دشمله دشمله عطره همه بچسبیده دشمله عطریه برا عطری این چی دیزاین و کرکتره دیک به دست تو بشکم به کمر درسته اینو خاطر بچسبیده عرق کرده پلاستیک خو عرق تو واکو تو با عمر خمیته بر اینجا بخوردی واکو اینا مادر عباس داده یادگاری این بر اینجا دونیم اینا گیلک فسپشیل دونیم اینا دونیمه بله ها دونی بر اینجا بری که اوله نه دوغ داریم برار بسالا خود مادر میگفتم گلوم به کل خوش شده برار اصلا به سر سفره ما دوغ نیه به کل نون به ما نمیچسبه میمونم بیامونه با میمونم یک بلوک مفخوری هم خوشو منه اینا میگم با ما دوغ بیار خود دکون تحت ماس هم داره دوغ هم داره میرفتی میخریدی بخوب حق زرموز میمونن ما اینجا گودری دارن که به تو دوغ بدیم بابا 10 پیاله دوغ با ما با قرض بدیم بابا خیر خوشی خدا با ما گای بداد با دوغاشون میارم این لگم دوغ هم اصلا دوغ میشمری نه تو بخور اک دوغ میش که میشیشی برو جوان کم دوغ بیار حلق گلوم خوش که سر سفره ما دوغ نیه با خدا و نانه ما بشم از سباب دوغ میکنم بیارم به تو که بشمی یا دوغ بگیری نه میارم نانه ما حلق گلی خوش که دوغ به سر سفره بشم به حق تو دعا میکنه میگه خدا به رمضان یک مرغ مرده بده مرغ مرده مادر تو دعا کنه که خدا بهم تو بده یه گوشیری به تو بده معنی برستم میده تا دکو برنج داره تا دشملا توی دشلما که اینا شیرینی و تروشی خودی هم یه خیطه پرت چیزی نداری بیاریم من پس خالی میکنم میارم هیچی خیطه پرت ندارن گی لکسه کنم اگه یک بار جای چیزی بیدک به تو میدم اگه به تعذیب بندازیم قند و غروت تو خودی هم گرد و ود میکنی بالا جا که میاریانه که مادر به من به اثرها بیری میکنه نه بالا دلجان باش تا تو را مادر تاثیرها بیری کنه من میارم اونو والله پر کن چه زمان دا قیماق همو چی میگم نه مسکه نه نمو چیش خیال به داخل نارزه کنی خدا نمیاره نه معلق گلی خشکه این سبب میشه این وقت بگه الهی خیر ببینه رمضان نای نای خود چند سبب میشه من حداقل به فیض میرسم گیلا دستی ها برو گیلا خیلی عرقم بکردی سه کنم تو یک گلاس میدادم اگه تو به عروسی مادر خوامی تو دوغا خورده بودی یار تو یک تانکر از لیتر دوغه به کار داری ای که رودا تو نفهمید که اینا چی بود ببرم من نخونم نه خیر بینی گیلک جو ای جا که بیاری که یه جایزان نانه بوده آه خوبه جا که نانه از خود خوب بیشتر ماه خوبه چشم
اگه کار خوری یک بیرگی نمیکنی جاک بیار من دیگه امیدی از جاک نه دیگه عباس گفت که برنجار که ببوده دیگه نیار دیگه. برنجار گفتن نیار دیگه هم عباس داد. نه از کجا بردی دیگه نانه منه. خب برنجار بدت گون نیار. من دوغار میگم دیگه قرض دوغار نیارم تو جاک بیار. حالا من دوغار به کیسی تو میرختم که تو میبردی. یعنی می جاک موز ارزش دارم ارزش ندارم مراد. اصلا تو میلیونا دلار ارزش داری که تو هم جاک بیاری میلیونا یارو چی یارو؟ یارو چند میلیون یارو ارزش دارم من. بقیه یارو نباش بفهمیدم جاک بیار که من نون و خون مدست نانه یکی نشه. خوبه. بابا سویلا خونه نانه خیلی اساس گیلک اون میفته که دولک تو سیکه نون یک لقمه نونه و 100 جنجال پیدا میکنی نون همه با می شلبتی کاسب برای کاسب این جمع میگه جلب تو بیه سی قلب میخوری نمیفتکم درد کنه گوش دینم بسته باشو بر با یک جگ دیگه میستونه من نانه خونه برم نانه من بچه کمیه تومات هم از اینا نمیرسه اینا هم خراب میشه تو سعی که توشته با چگه لوکسیه کاش کنی با دست ما بدی همین تا باختی کیار میکنی گوی برخته 100 دقیقه بگفتم به این باخچگاه خوب برسین این باخچگاه که دست شما را خوش میشه بکنه آماد آماد کینی آماد کشتن گوش کشیم تو پیدا شدی اینجا عباس اینجا چی کار میکنی؟ تو که در سرا ما نگشتی برنجو دشلا برنجا آمدم برنجا همه تو در سرا دومات به چی می؟ بیا مادم چیز نانه میگو تک بوری در سرا چیز یک جگ دو که به ما بده مستطه که میمون خودم بگفتم میمون داریم دیگه گوش کشیم اونا رو بگیش به خونه شروع که با دوغ جمع کرده بابا خوارم یک گیوی دارم همون دوغ ماست خود دار میشه نه که خیرات کنم با همسایا عباس سیکو برو خیر بین امی برینجار که نبردم نانه میگو خداوند به عباس مثل میلیونا دلار بده اصلا هر چی گفته به دلین خدا بزی بده ابرو اکسیاد ما پاک شلب خودی به پیش خسر خوشی من اینا هم که برو مفخوریم هم تگه نمیان خود پرتو نمیدم بس سال نمیرم یک کاسه دوغی بده جمعه سر سر سفره بشینه مادر میگه بقیه تو دعا میکنه درست خوارتان خوارمانه بقیه خوارتون مدام خوارتون دوغ میستونه سیاله سیه تو که مدام مادر هرسامی تا ریزی که یک چیزی به تو مردکه بیاره بده غریبم با این تنه چی کلام کردی خب برو کار کو این همه دروغه همه دروغه فقط من نمیفهمم خوشه کن دوغ هسته خواه داده بگو داده چی خیق میکشی؟ داده جو گیلک بیا آمده برات دوغ هسته بدیم کمی خیلی غمی نداره بیایم داد اینا سال 12 خونه خب پر برنج روغن دشلمه کردم به می در سرا همسایا بگیم نداریم دو نانه ما خو خبر داریم خوار خو بگرد نانه ما باقی شما مدان دعا میکنم میگن خیر بینه حلق گلومو خوش که انا شما که دوغ میدیم حلق گلومو تازه میشه مثل درخت بری بسته که اینجا میارم بسته دوغ میارم علی کجا شدی؟ با
برو یخ اون یخ هم بنداختم نعنا هم داره اون خیال رو ریزه کرده دیگه چی مایی با اینا رو پاک بشم تا بخونه بچیش من نمام بخور نمام دیگه بخور دیگه گلاس هم نیه دیگه گلاس هم نیه میگم خب برو بخونه بخور خود مادر خو خوردن تو بلد نشدی میکنه تیاره برو بختا خوسته که چکار بچیش تیاره گلاس همینا رو خلاص میکنی خونه پر از دوغه خو همینا رو تو خلاص میکنی تا اون خونه بری بگیرک برو اونجا خودی مادرم خو بخورک برو بر اینجا چیکار شد؟ کی؟ بر اینجا امشب پخته دیگه امشب پخته کی چی پلک بودی؟ یاره فقط پلوخوری خبره دیگه میفهمم امشب پخته دیگه میزنیم به بدن تو گردن تو بهم بشه تال بر چند ما میشه بر این هر شو شلغم داریم هر شو که چلو شلغم کدوچه کدوچه کلوش شدی برو معلومه همین دل تیمیش زنه که تو رو حیف این دوغا بده خدا یخ این سر جاکه یا تا فرقونی اینا رو هم ببرو منانه خب بعد گناه دارم نفری میکنم بعد منم گلک شامده ما صدا تو بشنخت تو صدا من نشنختی شتنی گلک جان جره خیلیته بخیری سلامتی درم من سک تو نگیرم نمیگیره سکر ندارم یک بله بفرما خورزاده تو نه او خوارزدی مونه بیا اونم ماما جه بی طرف دفته بیا هفته بیایی و خلطیر میشی بگو گلک برو جون با ما میمون آمده یک 6-7 تا نون خونه با ما نون بدیم به قرض انا نونا خود پخته کنیم با شما میاد 6-7 نون خونه می که شما میمون آمده خوشی و خسار و خیط پرتاق و ماما یعنی 6-7 نون بس شما نه بله خوب گلک باشه میرم با مادر خونه میگم سکون اگه دیشتم میارم بیا بریم بی باشه ملوش کنه خوبه میجه بشه باشه سگ بگیره. هفته نره خوب نه هفته نره باجه اگه بیت میستونم میارم بیا باجه بیا ماما هی دیونه بیا باشه بله با خوب پیچه تلخه تلخ نکنه برای من مگسا کلیزا گلک آنه خورداره بله براده اونه میره بگیر این آرانه میره به تجو میفته بگیر نمیفته سب کن خود صرفه ببرم همینجا ایستاد شو خود صرفه ببرم گلک ما خود ما امروز واسه میمون داریم مادر من پخته کردن اونا گرمی هم هسته بگیر سفره بدین ایتام داغ نه این نونه بگیر نون تا بگیر سفره بده که خود ما میمون داریم به کار داریم صفره بگیر 4 تا نونه 4 تا او واسه خود ما میمون داشتیم یک تا نون پخته کردم خیلی بینه برو خورد خود بگیر کل گوسپندان هشه با بیاری نونامو که نونار بیارم ها میارم